سلام دوستان عزیزم، امیدوارم که عالی باشید. امروز میخواییم که غذای فوق‌العاده خوشمزه با سیب زمینی و سوسیس درست کنیم که اگر یک بار امتحانش کنید مطمئنم عاشقش میشید. طرز تهیه‌اش هم خیلی راحته. بریم با هم ببینیم. موادی که لازم داریم شامل سیب زمینی 3 عدد که حدود 500 گرم هست، سوسیس 1 عدد که من از سوسیس مرغ پنیری استفاده کردم، ولی شما از هر نوع سوسیسی میتونید استفاده کنید. رب گوجه فرنگی 1 قاشق غذاخوری، جعفری خرد شده 1 قاشق غذاخوری، نمک و فلفل سیاه به اندازه دلخواه و نشاسته ذرت 1 قاشق غذاخوری. سیب زمینی ها رو با مقداری آب و 1 قاشق مرباخوری نمک میذاریم بپزن. سوسیس رو مثل تصویر برش میزنیم و خورد میکنیم. من سوسیس ها رو برش زدم، حالا یه مقدار تفتشون میدم و آمادهشون میکنم. توی این مرحله داخل تابه مقداری روغن میریزیم و اجازه میدیم که داغ بشه. روغن که داغ شد سوسیس رو اضافه میکنیم و تفت میدیم. یک طرفشون که طلایی شد برمیگردیم تا طرف دوم هم کمی طلایی بشه. حالا 1 قاشق غذاخوری رو به گوجه فرنگی رو هم اضافه میکنیم و تفت میدیم. توی این مرحله 1 قاشق غذاخوری جعفری رو هم به بقیه مواد اضافه میکنیم و کمی تفت میدیم و شعله رو خاموش میکنیم. بعد از اینکه سیب زمینی ها خوب پختن اجازه بدین تا از داغی بیفتن و بعد تا سیب زمینی ها گرمن سیب زمینی ها رو بکوبید تا کاملا یک دست و صاف بشن، چون اگر سیب زمینی ها سرد بشن له کردنشون سخت میشه. سیب زمینی ها رو که له کردیم نمک و فلفل سیاه رو اضافه میکنیم. مقدار نمک و فلفل هم به سلیقه خودتون بستگی داره. حالا 1 قاشق غذاخوری نشاسته ذرت رو هم اضافه و مخلوط میکنیم. نشاسته ذرت باعث میشه غلظت موادمون بیشتر و لطیفتر بشه و بعد از سرخ شدن هم خیلی تردتر میشه. حالا مواد رو با دست خوب ورز میدیم تا کاملا یک دست و لطیف بشه. من مواد رو ورز دادم تا همینطور که در تصویر میبینید کاملا لطیف و یک نواخت شد. حالا یه مقدار از مواد رو برمیداریم و مثل تصویر به شکل گلوله در میاریم و بعد صافش میکنیم و از مواد میانی که آماده کردیم داخل اون قرار میدیم. روی خمیر رو مطابق تصویر میبندیم و مجدداً به خمیر شکل میدیم. روی سطح کار کمی نشاسته ذرت میریزیم و اطراف خمیر رو گرد میکنیم. به همین شکل همه مواد رو آماده می‌کنیم. برای مواد میانی این خوراک خوشمزه میتونید به جای سوسیس از گوشت چرخ کرده، مرغ یا هر چیزی که دوست دارید استفاده کنید. همه موادی که آماده کردیم مقداری روغن در تابه میریزیم و اجازه میدیم که داغ بشه. بعد این خوشمزه ها رو سرخ میکنیم. یک طرفشون که طلایی شد برمیگردونیم تا طرف مقابل هم سرخ بشه. غذای فوق‌العاده خوشمزه‌مون آماده شده. نوش جان. دوستان عزیزم ممنون از همراهیتون. لطفاً اگر این ویدیو رو دوست داشتید لایکش کنید، کانالم رو سابسکرایب کنید و زنگوله رو بزنید که اگر ویدیو جدید گذاشتم با خبر بشید.